رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید بهترین کسب تاجر است به شرط این 7 شرط رعایت کند. هر تاجری، هر بازرگانی، هر فروشنده‌ای، هر خریداری که تو بازاره این 7 شرط رو رعایت بکند، اطیب الکسب رو، پاکترین و حلالترین روزی رو به خونه میاره. آخه سخت نیست. فرمودن اذا حدثوا لم یکذبوا، وقتی سخن میگن دروغ نگن. 2 اذا وعدوا لم یخلفوا، وعده میدن خلاف وعده نکنن. من جنس و فردا میارم، راحت باش، پولتو فردا میارم. وعده میدید خلاف نکنید. اذا اؤتمنوا لم یخونوا، امانتی بونها سپرده میشه خیانت نکنند. امانت، کسی به شما جنس میده بفروشید، خیانت نکنید. 4 اذا باعوا لم یطروا، زمانی که میفروشند اغراق نکنند. این جنس راحت 5 سال ضمانت داره، گارانتی داره. گارانتی هم مینویسند از اون طرف 2 روز که میبری خراب، حالا بیا و گارانتی کفش آهنین به پا کن، گوش فولادین هم قرض کن، از بس زنگ بزن برو و هیچ گارانتی دیگه جوابگو نیست. اغراق و مبالغه نکنید. و اذا اشتروا لم یضموا، 5 زمانی که میخرید تو سر جنس نزنید، اینقدر بدگویی از جنس نکنید. این که بابا اینطوره، این جنسش اینجوریه، خریدش اینطوره. 6 اذا كانوا علیه لم یمطلوا، وقتی که بدهکارید بدهیتون رو تأخیر نکنید. و اذا کان لهم لم یعسروا، وقتی طلبگارید سختگیری نکنید، فشار نیارید. این 7 رو انجام بدید، شما بهترین رزق رو به خونه بردید.